مسئله‌ای که در این ویدیو می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم بحث رپلیکیشن هست. خب تصور بکنید که شما یک فروشگاه آنلاین رو دارید، میلیون‌ها کاربر داره در سراسر دنیا و شما یک سرور اصلی دارید و یک سری سرور فرعی. اون سرور اصلی شما که ممکنه که مثلا توی شهر تهران باشه، اون به هر دلیلی، حالا ممکنه که به دلیل یک حمله سایبری باشه، به دلیل حجم زیاد درخواست‌هایی باشه که به طرف سرور ارسال شده، کند میشه یا اینکه فیل میکنه. اینجاست که ما وارد مفهوم رپلیکیشن میشیم. البته خب این یکی از مشکلاته که در اثر همین مسئله ایجاد میشه، ولی رپلیکیشن میاد تا این مسئله رو حل بکنه. چه جوری رپلیکیشن؟ خب رپلیکیشن به چه معناست؟ در واقع رپلیکیشن در پایگاه داده یعنی این که ما کپی میکنیم داده ها رو و توزیع اونها رو از یک پایگاه اصلی یا مثلا چند تا پایگاه داده اصلی به پایگاه های داده دیگه در مکان های متفاوت که ممکنه که مجزا باشن نسبت به هم دیگه، اونها رو منتقل میکنیم. کلیت این فرایند ممکنه که حالا به صورت خودکار انجام بشه یا به صورت دستی انجام بشه، اما معمولا به صورت خودکار هست و در بازه های زمانی بسیار کوتاه یا مثلا لحظه‌ای یا ریل تایم صورت میگیره. اما هدف چیه؟ چرا این رپلیکیشن رو ما اجرا میکنیم روی دیتابیس خودمون؟ این تکنیک رو به کار میگیریم. خب اولا ما دسترسی پذیری رو میخوایم افزایش بدیم. یعنی چی؟ یعنی میخوایم اگر که یک سروری از دسترس خارج بشه، دسترسی ما به اطلاعاتی که داریم قطع نشه و همچنان فعال بمونه. مسئله دیگه بحث فال تالرنس هست، یعنی اون میزان تحمل خطا. خب یک سری خرابی هایی ممکنه که در سخت افزار یا نرم افزار ما ایجاد بشه و اگر که ما یک سرور داشته باشیم، هر گونه خرابی در اون سرور در واقع منجر میشه به اینکه فشاری روی کل سرور بیاد، روی کل سیستم بیاد و در نهایت ما با یک سری مشکلاتی مواجه میشیم. اما خب هر چقدر که ما میایم به این سمت‌تر، میایم به سالهای جدیدتر، یعنی از 30-40 سال پیش به این طرف میایم، خیلی این اهمیتش بیشتر میشه و حیاتی تر میشه، چون خب به هر حال این رپلیکیشن چیزی است که خیلی قدمت داره. یعنی حتی همین تکنیک هایی هم که الان ما داریم میگیم و استفاده میکنیم و امروز مورد استفاده هست در جهان، خیلی از اینها در واقع چیزی بهشون اضافه نشده، همون تکنیک هایی که قبلا بوده، توی 20 سال پیش بوده و ما الان اونها رو استفاده میکنیم. اما اهمیت استفاده از اونها امروز خیلی حیاتی تر شده و ما باید اونها رو بشناسیم و خیلی وقتا حتی در یک سری از مقیاس های محلی، مثلا در خود ایران، ما این کار رو انجام میدیم، خیلی از شرکت ها این کار رو انجام میدن و خب ببینیم که در واقع این چی هست و چه ابعادی رو داره. خب این رو میدونیم که امروز خیلی از شرکت ها در جهان به این سمت حرکت کردن که اون اطلاعاتشون رو مقیاس پذیر بکنن، توزیع شده بکنن، یعنی در نقاط مختلف جهان اونها رو قرار بدن. حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، دلایل مالی میتونه داشته باشه خیلی مواقع، یا برای نمونه تلگرام، مدیر عامل تلگرام خب سرورهای اصلیش رو آورده توی دبی قرار داده ولی خب سرورهای دیگری هم داره، اما دلیل اصلی که میاره عمدتاً ممکنه که یک دلیل سیاسی باشه. ولی در مجموع این که ما منتقل میکنیم سرورهامون رو به نقاط مختلف، خیلی وقتها دلایل فنی دارن و اون دلیل فنی اینه که ما میخوایم برنامه خودمون رو، اون خدمتی که داریم ارائه میدیم رو، اون سرویس رو، اون رو مقیاس پذیر بکنیم، اون رو توزیع بکنیم در مناطق مختلفی و این کمک میکنه به این که در نهایت ما بتونیم اون لیتنسی رو کاهش بدیم، یعنی زمان پاسخ رو کاهش بدیم. چون وقتی که شما مثلا در ایران باشید، از یک سرور آمریکایی میخواید استفاده بکنید، از نزدیکترین سرورهای اون استفاده میکنید، یعنی سروری که مثلا در ترکیه هست، سروری که در دبی هست، از اونها استفاده میکنید. و اگر که بخواید از سرور آمریکایی استفاده بکنید، اون لیتنسی بالا میره چون مسافت زیاده. بنابراین این اهمیتی هست که میبینیم هر چقدر که زمان به این سمت میاد، ما خیلی
حیاتی تر رفتار میکنیم با مسئله رپلیکیشن، چون اون توزیع مخاطبان ما، توزیع اون مشتریان ما، توزیع کسانی که اون سرویس رو از ما میگیرن روز به روز در حال افزایش، مرزها کوتاه‌تر داره میشه و در نهایت ما مجبوریم برای اینکه اون لیتنسی رو کاهش بدیم تکنیک های رپلیکیشن رو پیاده بکنیم روی دیتابیس خودمون، اگر که حالا اون شرایط خاص رو داریم، اون بیزینس خاص ما اون تاب‌آوری، اون نیاز رو داره برای رپلیکیشن. خب خیلی از شرکت‌ها، فیسبوک، آمازون، اینها داده‌های خودشون رو توی چندین دیتا سنتر توی قاره‌های مختلف اومدن تکرار کردن و خب این خیلی باعث شده که سرعت دسترسی کاربران به اون شبکه خیلی افزایش پیدا بکنه و اگر یکی از این دیتا سنترها از کار بیفته در واقع ما متوجه اون قطعی نمیشیم و مشکلی ایجاد نخواهد شد. اولین معماری که در اپلیکیشن وجود داره، اولین نوع اپلیکیشنی که داریم بحث مستر اسلیو هست. یعنی ما یک مستر داریم و تعدادی زیادی اسلیو داریم. اون مستره که مسئول عملیات های نوشتن، نمیدونم تغییر دادن، تولید اون اطلاعات هست و اسلیو ها فقط نسخه هایی هستن که تکرار شدن از مستر، یعنی کپی هایی هستن از مستر که داده ها رو در اختیار دارن و معمولا هم فقط همون عملیات رید رو انجام میدن، یعنی نمیتونن عملیات نوشتن رو انجام بدن، فقط عملیات خوندن رو میتونن انجام بدن و اون فرایند همگام سازی، اون فرایند بروز رسانی اون اطلاعاتی که در اسلیو ها هست و فرایندهایی که بیش از خواندن هستن همه یک طرفه هستن، یعنی از طرف خود مستر صورت میگیره. اون اسلیو ها نمیتونن اطلاعاتی رو دریافت بکنن و اونها رو به مستر بدن، اونها فقط میتونن اطلاعاتی که مستر بهشون داده رو بخونن و همونطور که توی تصویر میبینید اون کلاینت صرفاً با خود مستر در ارتباطه و با اسلیو ها هیچ ارتباطی نداره. ارتباط کلاینت با اسلیو ها ارتباط غیر مستقیمه. خب حالا من به شما میگم که ما چرا اصلا از این ساختار استفاده میکنیم. خیلی از شرکت ها، خیلی از سازمان ها اون باری که روی عملیات های خواندنشون هست، باری که روی عملیات های ریدشون هست خیلی زیادتره. یعنی تعداد درخواست هایی که برای رید بهشون ارسال میشه خیلی خیلی بالاتر از درخواست هایی هستن که برای رایت ارسال میشه، چون معمولا اینها اون اطلاعاتشون رو انباشت کردن و اطلاعات بعدی که در حال انباشت کردن هستن معمولا به روز رسانی همون اطلاعاته و اینها به خاطر ارتباطاتی که دارن، به خاطر API های متعددی که متصل کردند، خیلی بار عملیات خوندن زیادی رو دارن و میخوان این عملیات رید رو از رایت جدا بکنن. خب این رو هم میدونیم که خوندن یعنی اون رید خیلی حیاتی تر از نوشتنه، به خاطر اینکه نوشتن اگر که با تأخیر و لیتنسی صورت بگیره مشکلی نداره، ولی اون ریده که باید سر موقع صورت بگیره و خیلی بر مبنای زمان باشه، چون هر گونه لیتنسی میتونه مشکلی رو در کل سیستم ایجاد بکنه و ناکارآمدی ایجاد بکنه. بنابراین ما باید جدا بکنیم رید رو از رایت. از طرف دیگه بار رید خیلی سنگینه و وقتی که خود اون مستر بخواد هم رید رو انجام بده و هم رایت رو انجام بده، در نهایت دچار یک سری خطاهایی میشه در عملیات رایت، در عملیات نوشتن، در عملیات وارد کردن اون دیتا ها و اینجا سیستم به مشکل میخوره. برای همینه که ما میایم این وظایف رو به طور کامل جدا میکنیم. خب حالا پس شکل نهایی چجوری میشه؟ شکل نهایی اینجوری میشه که یک کاربری میاد و داده ها رو از طریق مستر ارسال میکنه به اسلیو ها. چجوری این ارسال میشه؟ از طریق پروتکل های رپلیکیشن ارسال میشه، یعنی پروتکل هایی که ایجاد شدن برای اینکه اتصال ایجاد بکنن بین مستر و اسلیو ها و این تقسیم وظایف رو انجام بدن. کاربران بعدی که میخوان این اطلاعات رو استفاده بکنن، فرض بکنید وصل به این اطلاعات، این دیتابیس وصل به یک اپلیکیشن موبایلی و میخوان از اون استفاده بکنن. کاربران به وسیله اون حالا دیوایسی که دارن درخواست هایی رو که میفرستن، اون درخواست ها میره برای اسلیو ها، هدایت میشه برای اسلیو ها و اون فرایند خوندن رو اسلیو ها انجام میدن. پس اینجا خیلی واضح مشخص شد که در این معماری دو سوی این سیستم
2 کاربر ایستادن، یک نفر با اون داده های سر و کار داره که دارن ارسال میشن به سمت مستر که در نهایت در اختیار اسلیو ها قرار بگیره، کپی های اونها، و در سوی دیگه کاربرانی هستن که اونها دارن درخواستاشون رو هدایت میکنن به سمت اسلیو ها و اسلیو ها قرار اون رونوشت ها رو بازخوانی بکنن و نمایش بدن. خب همونطور که دیدید معماری خیلی ساده هست، حتی شما میتونید اسلیو های بیشتری رو بدون اینکه تغییرات خیلی جدی رو در ساختار سیستم پیاده بکنید اونجا داشته باشید و شما تونستید اون عملکرد خوندن رو بهبود بدید بدون اینکه از معماری های پیچیده استفاده بکنید. خب حالا مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل از اینجا شروع میشه که اون مستری که داریم خراب میشه، به مشکل میخوره و جریان نوشتن داده ها متوقف میشه. ما اینجا به مشکل خوردیم، مگر اینکه حالا اون اسلیو ها رو تبدیل، مثلا یکی از این اسلیو ها رو در واقع تبدیل بکنیم به یک مستر، اصطلاحاً فیل اوور بکنیم، یعنی وقتی که یک مستری فیل شد ما بیایم فیل اوور بکنیم و یک اسلیو رو به عنوان مستر انتخاب بکنیم و در اون حالت هم خب این احتمال وجود داره که در واقع این فیل نشده باشه مستر و صرفاً ارتباط بین مستر و اسلیو ها قطع شده باشه و اون طرف اسلیو ها یک اسلیو رو خودشون به طور خودکار ممکنه که انتخاب بکنن به عنوان مستر و این طرف هم این مستر داره اطلاعات رو وارد میکنه و اون مستر دیگر هم اونجا داره اطلاعات رو وارد میکنه و اینجا اطلاعات تداخل پیدا میکنن. اما صرفاً ارتباط بین مستر و اسلیو ها قطعه، یعنی خود این مستر اصلی و اون مستری که جایگزین اون مستر اصلی شده اونها دارن اطلاعات رو وارد سیستم میکنن، اما ارتباط بین این مستر و اسلیو ها قطعه. برای همین اینجا باز مشکل به وجود میاد. خب این یه مشکل دیگه که ممکنه به وجود بیاد مخصوصا وقتی که ما داریم اون فرایند کپی کردن رو به صورت غیر همزمان انجام میدیم و اون این مشکله که اسلیو ها از کپی کردن داده ها، یعنی از کپی کردن داده ها از مستر روی سرور خودشون عقب میافتن. خب این چیزیه که به عنوان یک لگ میشناسیم، میگیم replication lag و این باعث میشه که داده های قدیمی به کاربر نمایش داده بشه و عملا اون آن تایم بودن، اون ایونت بای ایونت بودن سرور رو ما نقض میکردیم. پس توی چنین سیستمی ما میگیم که فرض بکنید یک وبسایت خبری رو در نظر بگیرید که داره اون طرف دنیا داره فعالیت میکنه، سرورهای مختلفی رو داره در جای مختلف دنیا، ممکنه که یکی تو اروپا داشته باشه، یکی توی چین داشته باشه و یکی هم توی خاورمیانه داشته باشه مثلا ترکیه و یکی هم توی آمریکا. وقتی که یک خبرنگاری یک مقاله رو ارسال میکنه، اون مقاله ارسال میشه، یعنی از طریق اون پروتکل تکرار پروتکل رپلیکیشن اون سرور مستر ارسال میشه به سیستم. اما وقتی که شما به عنوان خواننده اون مقاله وارد سایت میشید و روی اون مقاله کلیک میکنید و میخواید اون مقاله رو ببینید یا میخواید اون ویدیو رو تماشا بکنید، درخواست های شما به اسلیو ها ارسال میشه و اینجاست که این تقسیم بار روی شبکه صورت گرفته. اما معماری دیگری که داریم معماری مستر رپلیکیشن هست. خب البته خب بهش بای دایرکشنال هم میگن، به خاطر اینکه همونطور که میبینید 2 جهت داره، یعنی ما در هر دو سوی این سیستم 2 مستر داریم، یعنی یک مستر در طرف راستش داریم، یک مستر در طرف چپ و هر داده ای که وارد میشه خونده میشه از هر دو طرف این اتفاق میفته. یعنی اگر که یک داده ای از طرف مستر 1 خونده شد کپی میشه روی مستر 2 و اگر داده ای از مستر 2 خونده شد کپی میشه روی مستر 1. این معماری اومد اون مشکل مستر اسلیو رو حل کرد. اون مشکل معماری مستر اسلیو رو حل کرد. مشکل چی؟ مشکلی که گفتیم اگر مستر از کار می افتاد اشکال ایجاد می شد. این اومد این مشکل رو حل کرد. یعنی اگر که مستر به مشکل بخوره، مستر دوم هست و اون میتونه فعالیتشو انجام بده و شبکه مختل نمیشه، فرایند رید کردن و رایت کردن و اینها سر جاش برقرار هست. اما آیا این هم بی‌نقص هست؟ خیر، این هم بی‌نقص نیست، به خاطر اینکه اگر که 2 تا کاربر به طور همزمان
یک رکوردی رو بخوان ثبت بکنن ممکنه که این دچار کانفلیکت بشه، چون از دو طرف سیستم این رکورد میخواد ثبت بشه، برای همین ممکنه کانفلیکت بشه. این مشکلی که بهش میگیم مشکل کوردینیشن، یعنی مشکل هماهنگی. لذا یک مکانیزمی رو ما اینجا تعبیه میکنیم و وظیفه اون اینه که این تعارض رو حل بکنه. باید چیکار بکنه؟ یک چنین مکانیزمی باید بیاد وقتی که دو تا رکورد حالا شبیه به هم داره وارد سیستم میشه، بیاد انتخاب بکنه که کدوم این دو تا رکورد رو بگیره از دو سوی این شبکه بای دایرکشنال. خب من دیگه در مورد این مکانیزم ها صحبت نمی کنم، فقط همین رو بگم که این در واقع یک کدی هست که میاد اونجا پیاده میشه و تصمیم میگیره که کدوم اینها باید انتخاب بشن. و مثلا حالا اگر که بخوام چند نمونه رو بگم، این هست که بهش میگن LWW، میاد بر اساس اون تایم استمپ، بر اساس اون زمان میاد میگه که اونی که قدیمی ترین تغییر رو داره، یعنی مثلا چند میلی ثانیه تفاوت داشته یا چند ثانیه تفاوت داشته، اون رو میاد نادیده میگیره، حذف میکنه و یکی از اونها رو انتخاب میکنه. به همین ترتیب ممکنه که بیاد تصمیمات مختلفی بگیره و اینجا ما مکانیزم های مختلفی رو داریم. پس این در واقع یک کدی هست که میاد اونجا و اجرا میشه بین این دو نودی که ما در این سر و اون سر این شبکه داریم و تصمیم میگیره که کدوم اینها رو برنده بکنه. و اما مزایای این شبکه مستر چیه؟ خب هر دو نودی که این طرف و اون طرف شبکه هستند، اینها دارن تصمیم میگیرن که فرایند خوندن و فرایند نوشتن، یعنی فرایند کال کردن اون داده هایی که میخوان رو و وارد کردن اون داده ها رو هر دو طرف انجام میدن. این یعنی چی؟ این یعنی انعطاف پذیری در توزیع بار روی شبکه وجود داره. یعنی اگر که تعداد نوشتن ها بیشتر از تعداد خواندن ها شد، ما اینجا مشکلی نداریم، میتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم. چرا؟ چون که هر دو طرف میتونن این کار رو انجام بدن. اون مدل قبلی که دیدیم مستر اسلیو، خب همواره میدونیم که تعداد خواندن ها زیادن، جدان و ما یک سری مشتریانی رو داریم. ولی اگر که یک شرایط درون سازمانی رو در نظر بگیریم که در یک سازمانی یا یک سازمانی هستیم و ممکنه که حالا این سازمان تعداد دیگری هم شعبه داشته باشه، تعدادی سرور داشته باشه، ولی به هر حال داریم خودمون از اطلاعات خودمون استفاده میکنیم و مشتریانی رو نداریم که اون طرف باری رو روی شبکه از ناحیه حالا اون نوع ریدش، نوع خواندنش تحمیل بکنند. خودمون اینجا این شیوه رو به کار میگیریم، این شیوه مستر رو به کار میگیریم، چون خودمون داریم هم اطلاعات رو میخونیم، هم داریم اطلاعات رو وارد میکنیم و اینجا یک توازن عجیب و غریبی بین رید ها و رایت ها نیست. بنابراین این شیوه میتونه خیلی راحت اون انعطاف پذیری رو در توزیع بار روی شبکه داشته باشه. بنابراین اینجا میتونیم بگیم که ما فالت تالرنس بالایی رو داریم، یعنی اون تحمل خطای بالایی رو شبکه ما داره و اگر که یک سروری دچار خطا بشه، سرور دیگری داریم که اونجا داره فعالیت میکنه و این جلوی این فیل شدن کار رو میگیره. اما در مورد معایب اون، خب ما در بحث کانفلیکت منیجمنت، اون کانفلیکتی که از دو سوی نود ممکنه ایجاد بشه که در موردش مفصلا صحبت کردیم، ممکنه که یک سری پیچیدگی هایی داشته باشیم، چون به هر حال داریم یک سری الگوریتم های پیشرفته رو داریم ران میکنیم، یک سری کد های پیشرفته رو داریم ران میکنیم که اونها ممکنه که هزینه زیادی رو برای ما داشته باشن. خب شما پیام رسان ها رو در نظر بگیرید. در پیام رسان ها ما هم اطلاعات رو وارد سرور میکنیم، هم اطلاعات رو دریافت میکنیم. بنابراین یک توازنی وجود داره بین دریافت و اطلاع و وارد کردن اطلاعات. خب اینجا چنین سیستمی میتونه پاسخگو باشه، ولی خب مسئله‌ای که هست اینه که طبیعتاً زیرساخت‌هاش پرهزینه تر از اون معماری مستر اسلیو هست. خب من این مثال پیام رسان رو که گفتم، یاد یک مسئله گفتم، احتمالاً تا حالا مواجه شدید باش، حالا در پیام رسان‌های داخلی بیشتر. وقتی که یک پیامی رو برای یک نفر میفرستید، ممکنه که ببینید که پیام شما 2 بار ارسال شده، یعنی ولی شما یک بار اون رو نوشتید، اون متن رو فرستادید، ولی 2 بار توی یک زمان واحد دقیقاً با هم ارسال شده. یکی از دلایلی که این مشکل به وجود میاد میتونه همین موضوع باشه.
یعنی اینکه اون فرآیند کانفلیکت منیجمنت خوب عمل نکرده، اون الگوریتم نتونسته خوب عمل بکنه و اینجا کانفلیکتی ایجاد شده به خاطر اینکه اون پیغام ما به هر دو سر نود برخورد کرده و ارسال شده به شبکه. راه دیگری هم که داریم اینه که به طور کامل هر گونه باتلنک رو ما، هر گونه گلوگاهی رو ما از بین ببریم، یعنی از تمرکز اون پردازش جلوگیری بکنیم. تمام نودها حالت یکسان رو دارن، اطلاعات رو هم دریافت میکنن، هم میخونن و با هم همگام سازی میکنن. این شیوه هم یک شیوه بسیار پیشرفته‌ایه که استفاده میشه. مزایاش هم اینه که خب خیلی به لحاظ اون توسعه دهندگی میتونه توسعه پیدا بکنه، اون نودها میتونن زیاد بشن و یعنی اون مقیاس پذیری رو دارن، حالا به لحاظ افقی، مقیاس پذیری افقی رو، و اینکه میتونیم خیلی راحت اونها رو در مقیاس جغرافیاهای مختلف توزیع بکنیم. اما معایب بزرگی هم دارند، اینکه ما باید تیم‌های خیلی زیادی رو داشته باشیم برای نودهای مختلفی که داریم و باید دائما این شبکه مدیریت بشه، هماهنگی بشه و این یک فرایند دشوار و هزینه بره. از طرف دیگه خب ما چون هیچ مستری نداریم که بخواد تصمیم بگیره درباره اون نسخه نهایی اون دیتا، ما به الگوریتم‌های خیلی پیچیده‌ای وابسته هستیم و اون الگوریتم‌ها هم باز اونها هزینه محاسباتی ما رو بالا میبرند، ولی در کل به لحاظ اون بازدهی که میتونه بده این یک معماری بسیار پیشرفته و خوبی هست، علیرغم اینکه چالش‌هایی رو ما در حوزه مدیریت نودها، در حوزه اون هزینه‌هایی که باید بکنیم و این جور مسائل داریم. البته ما اگر که از تراکنش‌های بانکی یا حالا هر نوع دیتای خیلی پیچیده استفاده می‌کنیم، این روش چندان شاید خوب نباشه و این هم به خاطر این هست که وقتی که ما نودهای متعددی داریم، وقتی یک چیزی نوشته میشه روی این نودها، وقتی یک چیزی وارد میشه، اون فرایند همگام‌سازی خب یه مقداری زمان میبره و اگر که اون تراکنش‌هایی که ما داریم انجام میدیم خیلی نیاز به این داشته باشه که ایونت با ایونت باشه، خیلی باید در ثانیه و خیلی سریع اون اتفاق بیفته، اینجا ما به مشکل میخوریم. ممکنه که سیستم موقعی که داره رید میکنه اون داده های قدیمی رو برگردونه. پس من یه بار دیگه اینجا رو توضیح میدم که مطمئن بشم که درست توضیح دادم. اگر که شما دارید از تراکنش هایی استفاده میکنید در این شبکه که اون تراکنش ها باید سریع انجام بشه، مثلا پردازش یک سری اطلاعات، یک سری درخواست هایی که خیلی حیاتی هستن و اگر که لیتنسی توشون ایجاد بشه به مشکل میخورن، اینها خیلی این شبکه ها کاربردی نداره. این شبکه‌ای که الان معرفی کردیم خیلی کاربردی نداره. این شبکه مسترلس خیلی کاربردی نمیتونه داشته باشه چون یک لیتنسی ایجاد میکنه، به خاطر اینکه اون فرایند همگام سازی میخواد توسط همه نودها صورت بگیره. اینجا یک نود نیست که این کار رو انجام میده و همه نودها قراره که این فرایند رو انجام بدن و اینجا باز ما احتمالاً به مشکل میخوریم. ممکنه که دیتاهای قدیمی رو به ما برگردونه به عنوان تراکنش. خب حالا ما دو روش کلی داریم برای ایجاد این همگام سازی. این همگام سازی رو یا همزمان انجام میدیم سینکرونوس، یا اینکه غیر همزمان انجام میدیم میگیم ایسینکرونوس. خب تفاوت چیه؟ همونطور که از اسمش مشخصه، اون رپلیکیشن همزمان به این معناست که ما هم یعنی اون تراکنش کلی، اون تراکنش رپلیکیشن، اون همگام سازی زمانی تکمیل میشه که هم روی مستر اون فایل ها کپی شده باشن، هم روی مستر اون انتقال صورت گرفته باشه، تغییرات صورت گرفته باشه، هم روی رپلیکاها. و رپلیکاها منظور همون نودهایی هستن که داریم، سرورهای دیگه. ولی اگر که ابتدا روی مستر انجام بشه و بعد با یک لیتنسی روی رپلیکا انجام بشه، اینجا رو ما بهش میگیم غیر همزمان انجام شده. پس این معنی همزمان و غیر همزمان بود که روشن شد. به خاطر همین لیتنسی که توی روش غیر همزمان انجام میشه،
معمولا در روش غیر همزمان، یعنی این روش غیر همزمان رو معمولا جاهایی به کار میبریم که نیاز به اون سرعت پاسخدهی مهمتر از دقت پاسخدهیه. مثلا فروشگاه‌های آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و غیره. ولی سیستم‌های مالی که باید اون دقت فراهم باشه در اونها نیاز به یک همگامسازی همزمان دارن، نیاز به سینک شدن همزمان دارن. یعنی باید هم روی مستر انجام بشه، هم روی رپلیکاها و بعد این فرایند تکمیل بشه. لذا ما اگر که با سیستم های حساس مواجه باشیم، مثلا سیستم های بانکی و اینها، پاستگرس استریمینگ خیلی ابزار خوبی هست که میتونیم از اون استفاده بکنیم. یعنی از روش همزمان استفاده میکنه. روش همزمان یعنی اینکه اون فرایند رو تکمیل میکنه روی هم اون مستر و هم رپلیکاها و بعد این رو به عنوان یک تراکنش بسته نگه میداره. اما خب ما در MySQL این هر دوی اینها رو داریم. یعنی هر دو روش رو میتونیم هم برای مستر هم برای مستر اسلیو استفاده بکنیم. خب ما در مورد این چالش ها صحبت کردیم، ولی الان یک بار دیگه من اینها رو مرور میکنم تا اگر که چیزی جا افتاده یک بار مرور بشه. ما در مورد کانفلیکت گفتیم، اینکه داده ها ممکنه با هم تعارض پیدا بکنن. گفتیم در مستر و مسترلس در این دو شیوه خیلی بیشتر این اتفاق میفته. و یکی دیگه از مشکلاتی که وجود داره بحث لیتنسی، بحث لگ هست. یعنی تأخیر در پردازش اون اطلاعاتی که داریم رپلیکیتشون میکنیم روی حالا اون نودها و روی اون رپلیکا هایی که هستن. گفتیم که در حالت همزمان، وقتی که داریم به شیوه همزمان این فرآیند رپلیکیشن رو انجام میدیم، معمولاً بیشتر این اتفاق میفته. اما حجم ترافیک بالا هم یکی دیگه از مشکلاتی هست که معمولاً در رپلیکیشن باش مواجه میشیم. خب یکی از مواقعی که خیلی با این مشکل مواجه میشیم وقتی هست که اون فرآیند وارد کردن اطلاعات زیاد میشه. خب معمولاً وارد کردن اطلاعات حجم زیادی از انرژی رو میگیره و حجم زیادی از منابع رو مصرف میکنه و اگر که چنین باشه این فشار زیادی رو به شبکه وارد میکنه. بنابراین این خیلی اهمیت داره که بسته به اون، یعنی شما به عنوان حالا یک معمار اون ساختمان داده، یک معمار شبکه، معمار اون سیستمی که دارید پیاده سازی میکنید، این رو بدونید که خب بسته به اون نیاز عمل کردی که دارید، بسته به اون سطح حساسیتی که دارید، بسته به اون تالرنسی که برای خطا دارید، اون سطح تحمل پذیری خطا دارید، بسته به اینها مدل مناسبی رو انتخاب بکنید. و این رو باید حالا تا اینجایی که ما توضیح دادیم فکر میکنم کافی بود، ولی این رو میتونید تحقیق بکنید بیشتر در موردش. ولی خیلیش هم اینطوری هست که همین چیزهای اصول کلی که گفتیم، اصول کلی اون انتخاب مدل مناسب همیناییه که در موردش توضیح دادیم. البته مباحث خیلی پیشرفته تری هم هستن. اینکه خب ما میدونیم مدل های ترکیبی خیلی زیادی رو داریم و هر کدوم برای یک انگیزه خاصی توسعه داده شدن. به خاطر همین خیلی وقتا اینطوری نیست که ما انتخاب بکنیم که چه مدلی خوبه، بلکه ما باید اون مدل رو بسازیم، ما باید اون کار رو معماری بکنیم، باید اون کار رو طراحی بکنیم، اون سیستم رو بسازیم واقعا، و دائم هم باید اون رو اپتیمایز بکنیم. از سوی دیگه باید یک فرایند مانیتورینگ منظمی رو هم داشته باشیم. یعنی مشکلاتی که در هنگامسازی ایجاد میشه، حالا اون بریک شدن اون نودها یا حالا هر لیتنسی که ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه که ما یک سری کانفلیکت هایی رو داشته باشیم در داده ها، ممکنه که یک سری لگ هایی رو داشته باشیم. همه اینها باید شناسایی بشه، تشخیص داده بشه و این چیزی هست که فقط با مانیتورینگ منظم اتفاق میفته. یکی دیگه از چیزهایی رو هم که در موردش صحبت کردیم مفصلا که باید بهش توجه بکنیم، اون مکانیزم های حل تعارض در اون سیستم هایی که ما رو دچار کانفلیکت میکنه. لذا باید این مشکل برطرف بشه. مثلا در مستر ما این
مکانیزم رو داشتیم. یک سری الگوریتم های توسعه داده میشه که بتونه این مشکل رو برطرف بکنه. اینها رو هم چیزی هایی هستن که باید بشناسیم. امیدوارم که این آموزش مفید بوده باشه. این یک سطح فشرده‌ای بود از یک سری مباحث پیشرفته‌ای که میتونه یک دروازه باشه برای اینکه شما واردش بشید و اونجا بتونید درک بکنید و بفهمید اون تجربیاتی که دیگرانی که حالا توی این زمینه کار کردن در اختیار شما قرار میذارن. مثلا توی ردیت، توی حالا سایت هایی که یک سری انجمن هایی وجود داره از مهندسین داده‌ای که اونجا دارن در مورد اینجور مسائل صحبت میکنن و این ویدیو در واقع بیشتر به شما کمک میکنه که متوجه بشید که اونها چی میگن، چون اصل دانش اونجاست. اصل دانش جاییه که افرادی که کار عملی کردن دارن اون رو بیان میکنن، تجربیات خودشون رو میگن و این ویدیوها در واقع به خاطر این هست که شما بتونید متوجه بشید که اونها دقیقاً دارن در مورد چه چیزی اصلا صحبت میکنن.